توی 10 سال گذشته کدوم بازی‌ها بهترین بازی‌های سال شدن؟ بریم با هم دیگه بهترین بازی‌های سال از سال 2014 تا 2024 ببینیم. سال 2014 بازی دراگون ایجه که واقعا یه بازی شاهکار و خفنه. سال 2015 دویچر 3 وایلد هانت که هنوزم شاهکاره. بعدی اوورواچ که من زیاد فنش نیستم ولی نمیدونم چرا که بهترین بازی سال. سال 2017 د لژند آف زلدا که یکی از بالاترین متا رو همیشه داره. سال 2018 بهشت گیمرها گاد آف وار 2018 که من حق ردت بود میگم. 2019 سکیرو که اگه سولز لایک پلیرید اینو از دستش ندید، خیلی بازی خفنیه. سال 2020 دلسافاس 2 که من زیاد از داستانش خوشم نیامد و سال 2021 ایت تیکس تو که اگه بازی دو نفره دوست دارید اینو حتما تجربهش کنید، توصیه میکنم. 2022 الرینگ که الرینگ نایت رن که 2025 اومد واقعا آشغال بود. 2023 هم بالدرز گیت که باز اینم خوشم نیامد ازش و 2024 استروبات شد بهترین بازی سال. اگه دوست داشتی سابسکرایب کانال یادت نره.